جناب حضرت علی رضی الله عنه میفرمود که من لم یکن عنده سنت الله و سنت الرسول و سنت اولیائه فلیس فی یده شیء. برادران و خواهران عزیز، سخنهای این عزیزان خدا، سخنهای این مردهای در راه خدا بسیار گوش کردنشان مهم است و بسیار ضرور هست و بسیار سخنهای زیبا هستند. جناب حضرت علی گفتند اگر شما سنت الله را، سنت پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم و سنت اولیاها به معنای ولی، به معنای سنت دوستان مرا اگر نداشته باشین، شما در دستهاتون هیچی ندارید. یعنی سخن حضرت علی این است که کسی این سه چیز را ندارد و هیچ چیز ندارد. یکی سنت الله و سنت رسول و سنت دوستهای الله را. وقتی این سخن جناب علی رضی الله عنه گفت، مردم پرسیدند قیل و ما سنت الله و ما سنت الرسول و ما سنت اولیاء. حضرت پرسیدند سنت الله و سنت رسول و سنت دوستهای او یعنی این چی هست؟ گفتند حضرت علی گفتند که کتمان و سیر. یکم گفتند سنت الله این است که هر کدام شما نگهدارنده سیر باشید. برادر عزیز، در مردم ما و شما سیر میگیم، یعنی سیر به معنای بروسی گوییم بعضی سکرت ها هست. بین بعضی چیزهایی هست که چقدر آدمی باوریناک نباشد، مقصد هیچ وقت سیری خود در او گفتن نمیتونی. حضرت علی گفتن انا همین سنت الله همین است که هر نفر نگهدارنده سیر باشد. یعنی من گمانم همین است که هر کدام ما یک سیر داریم که در قلبهای ما و شما باید پوشیده است. او را بجز الله هیچ کس نمیداند. یعنی الله مهربانم توفیق دید که ما این سخن حضرت علی را قدر کنیم که نگهدارنده سیر باشه. در بسیاری از برادرای ما وقتی که آدم سیر دل خودش وقتی با او بیان میکند، تا جایی که گفتی حضرت علی تو نگهدارنده سیر باشی، برعکس سیری برادرت را فاش میکنی. یعنی یکی از آن سهی که حضرت علی گفتن اگر در تو نباشد، تو مقصد هیچ چیز نداری یا هیچ اعتبار نداری، یکتش انامین است که سیر یا سیر نگه دارنده یا سیر باید که هیچ وقت فاش نکنی. یک قصه را به یادم آمد. میگه یک زمان دختر حضرت عمر به نام حفصه بود. وقتی میگه بیوه شد، بیوه ماند، در قاعده دین ما همین است که ما دخترهامون باید که گوییم که من دختری بیوه دارم، من دختری خانه دارم،
خلاص اگر فلان خیل داماده ها باشند ما تیاریم که با او مقصد یک رشته خیش و تباری برقرار کنیم. حضرت عمر میگه حضرت ابوبکر گفت که همین حفصه دختری من گفتن بیوه مانده است، امکان ندارد که همون مقصد شما بزنی گیرید. همین امکان ندارد گفتن که شما همین دختری مرا بزنی گیرین. ابوبکر صدیق گفتن من یک گفتن فکر کنم. وقتی این سخن عمر رد کرد حضرت عمر میگه خیلی غضبناک شد. ولی نمیداند که برای چی ابوبکر سخن عمر رد کرد و سبب رد کردن هم چیزی نگفت. میگه این پیشنهاد به حضرت علی هم کرد، گفت همین دختری مرا نمیگیری؟ گفت بیوه شده است. میگه حضرت علی هم حضرت عثمان هم همه رد کردن. گفتن یک فکر کنیم. گفتن از بین یک مقدار روزی گذشت پیامبر نازنین من برای حفصه خواستگاری رفت و حفصه دختر حضرت عمر در نکاح خودش در آورد. وقتی که حفصه در نکاح حضرت عمر در آمد، حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت عثمان با حضرت عمر وا خوردن و گفتن وقتی که شما گفتین ما شما را رد کردیم، ما در چهره شما یک غضب احساس کردیم که شما ناراحت شدین که مقصد چرا از این نعمت خدا اینها روی میگردانند. لیکن گفت عمر دان که ما در صحبت حضرت بودیم از دختر شما میپرسید، یعنی گوییم که در نسبت دختر شما علاقه پیامبر گرامی میل و رغبت گرفتن داشت، ولی ما نخواستیم که سیر پیغمبر خدا را مقصد تا زمانی که ولی کار نشیده است ما فاش کنیم. برادر عزیز، شخصانی که دعوای امتی میکنیم شما بینید که کار اصحاب پیغمبر را بینید که چگونه رفتارها و چگونه معامله داشتن، چیزی را که از پیغمبر شنیدن به جان و دل اجرا میکردن. ما امروز برادرای عزیز حقیقتا این یگان جایی بگیم اکو یگان حالتی من احساساتی و غضب نیستم. امروز در امت امروزه فقط همه پیشی بر زدن یا فقط دعوای امتی هست، لیکن دعواهای پوچ. یک بارک برادرای عزیز تمام افعال خود، رفتار خود که با حدیث پیامبر با حیات صحابه چین کن یگان موافقت داره، یگان نزدیکی داره. میآیند در پیشمون سیرهای دیگر را میگیم، باز دو گوشی دیگر پیدا میکنیم گوش کنیم. پیشی راهش نمیگیریم که برادر عزیز آیا از خدا نمیترسی؟ همون آدم در تو مقصد سیر دلش گفت، همچه یک آدمی نزدیک، همچه آدمی باوریناک، برای همین که تو آمده در بین مردم فاشش کنی. ای چی تری دین داریه، ای چی تری اسلام داریه. انا برادران عزیز، اگر امروز ما پیش دهن یکدیگر را وقتی غیبت میکنن، وقتی سیر یک نفری را فاش میکنن، یا وقتی عیبی یک آدم مقصد گپ میزنن، وقتی اینها را ما و شما برادرای عزیز اگر صدی راهشون شویم، اینقدر بدبختی ما را فرا نمیگیرد. من این سخنها را برای اون نمیگم که همتا یک رنگ گویا که در گردنم یگان وظیفه باشد که من همین را باید بگم و بگذارم برم. نه، اینها را من برای آن میگویم برادرای عزیز که گوش کنین،
بگذار 10,000 گوش میکند، بگذار 20,000 گوش میکند، حد اقل یک قسمت شما با این عمل برادر عزیز شما پایبند شوین. زیرا اگر همین نگه داشتنی سیر اگر در ما و شما نباشد برادر عزیز و گرامی، حضرت علی میگه تو هیچی نداری. تو یو میگه وقتی حضرت علی پرسیدن حضرت خیلی سنت الله را فهمیدیم که یعنی سیر پوشیده نگه می داشته است. ولی یک قصه به یادم آمد، میگه در دوره حضرت موسی علیه السلام ببارانی شد، باران نشید، خیلی وضعیت مردم بد شد، زمین ها همه خشک شدن، باغ ها همه از حاصل ماندن، حتی مشکلات به سر حیوان ها هم آمد. حضرت موسی مردم جمع کرد، گفته که یک جای جمع میشیم و الله مهربان دعا میکنیم تا خدای مهربان برای ما باران نصیب گرداند. وقتی میگه حضرت موسی دستش برداشت و زاره و تولا کرد، میگه به گوشش صدای رسید که تا زمانی که نفر در بین قومت است دست از زنا بر نمی دارد باران پایان نمی شود. حضرت موسی میگه در غضب آمد که این قدر وقت ما از دست کدام زناکار به این مقصد مشکلات های روبرو شدیم. میگه در بین مردم اعلان کرد که ای مردم، از الله مهربان من ندا آمد که این بدبختی که شما را فرا گرفته است از پشت یک نفر زناکار است. تا اگر همون زناکار بیرون نشود و جزاش نگیرد الله برای ما باران نمیتید. برادرای عزیز، او زناکار میگه در بین همون جمعیت بود، صدقاً به سوی الله مهربان میگه توبه کرد. الله مهربان گفت نام نگیر. الله مهربان گفت در بین مردم شرمندم نکن، صدقاً به سوی تو توبه کردم. از همین لحظه گفت دیگر هیچ وقت دست به این کار شنیع، دست به این معصیت نمیزنم. یک زمان بود برادران عزیز، میگه که ابر آمد، میگه آسمان فرا گرفت و باران باریدن گرفت. میگه چقدر خوشحالی مردم فرا گرفت. لیکن حضرت موسی حیران شد، گفت پروردگارا، سبب این اذیت های چند وقته ما از پشت این زناکار بود، باز چی شد که حالی او معلوم نشد؟ اون نفر ما ندانستیم که کیست، ولی باز باران تا عطا کردی. الله مهربان خواهش من همیه برای ما معرفیش که وای کی است. میگه الله مهربان گفت تا امروز اکو زنا کرد، تا امروز معصیت کرد، گناه کرد، گناهشا پوشیدم، مقصد سیری او را من آشکار نکردم. امروز که اکو توبه صدقاً کرده است الحال من گناه او را آشکار میکنم، مقصد من او را بخشیدم. برادرای عزیز و گرامی، این سنت الله هست. این سنت ما و شما باید آموزیم و ما باید که حتما این سیره، هر سیره که داریم یا هر سیره که برای ما گفته می شود، این را ما باید که حفظ کنیم. حالی گاه همین کیناها را اگر شما نگاه کنین، بیشتر همون کیناهایی که دوره هایی که بین مردمی نمیس و بین مردمی بگیم شوروی جنگ هایی که شدن، اگر اهمیت داده باشین زنها را حتی میبینی بعضی سیرهایی که از طرف دولت داشتن که باید به فلان منطقه این سیره برن، وقتی در اثنای راه دستگیر میشیدن میبینی چقدر اذیت عذاب به قتل میرسونش، لیکن همون سیره نمیگه، یا همون یکون رقمی هست که باید همون رقم گفته شود نمیگه. یعنی سیری حتی گویم برای دولت داریش هم حفظ میکنه. امروز این سیر برای تمام نفرهای از ما، چی در دولت داری مانه چی در غیر دولت داری مانه است،
هر یک سیر باید که برادر عزیز حفظ شود، زیرا که اگر همو رقمی را که همو طلب میکرد یا همو سیری را که همو گویم دشمن طلب میکرد، وقتی اینها اگر میدادن، میدانی که شکست میآید، میدانی که مغلوبیت میآید. اگر در غیر دولتیش گیریم چقدر آدم خجالت میشود، چقدر غمگین میشود. بعد از آن گفتن حضرت گفتن و سنت رسول چی هست؟ گفتن المدارات بین الناس. گفتن سنت رسول همین است که با مردم خوشمعامله باش، با مردم گویم مناسبت خوب کن، مردم حرمت کن، به قدر مردم برس، از دعای نیک مردم هیچ وقت محروم نکن و خودت را هیچ وقت از مردم بالا ندان. حضرت امین علی رضی الله عنه یک سخن بسیار زیبا دارد، میگد کن عند الله خیر الناس و کن عند النفس شر الناس و کن عند الناس رجل من الناس. میگد نزد الله کوشش کن از زمره بهترین مردم باشی. دو، در نزد نفست کوشش کن که بدترین مردم باشی، یعنی همیشه در مقابل نفست ایستادگی کن، برای نفست همیشه بدترین باش. ولیکن سیوم چی گفتن؟ در نزد مردم نفر از مردم باش، یعنی هیچ وقت خودت را برتری از دیگر را ندان، هیچ وقت مردم استثمار نکن، هیچ وقت مقصد مردم پس نزن یا مردم پس نشمار. برای همین سنت حبیب خدا همین بود است که با مردم مراسای خوب کن، با مردم معامله خوب کن، مردم حرمت کن، بین مردم دوستداری کن، مردم راهنمایی کن. سیم گفتن حضرت سنت دوستای خدا چی است؟ گفتن احتمال الاذی عن الناس، اذیت تا بین از بالای مردم بگیر، این سنت دوستای خدا است. یعنی مردم اذیت نته، بنده های خدا دا جبر نکن. این گفته است سنت دوستای خدا هست. یا از راه مردم اذیت را بگیر، همیشه برای مردم راحت بیار، برای مردم خیر بیار، می شود سنت اولیاهای خدا. ابن سما گفتگی یک واعظ بسیار مشهور بودن. یک نفر گفت که ابن سما پگاه گفت پگاه من با تو یک بحث بسیار کلان دارم، یک بحث علمی داریم، چنان گفت در این بحث شرمنده اید میکنم که به تمام جا گفت اعلانش میروه. ابن سما میگه به طرفش نگاه کرد و گفت بیا از او بحثی که ما و تو میکنیم، بیا از او شرمندگی که بین من و تو میشود، من تو را پگاه برای دوستی فیرات میکنم، بیا من تو را پگاه برای یکدیگر در کنار یکدیگر در آغوش یکدیگر بگیریم، من تو را گو برای این فریاد میکنم، نه برای تفتیشت، نه برای تحقیرت، نه برای بحث، بلکه برای آشنایی، برای یکدیگر حرمت کردن فریاد میزنم. هر کدام ما باید برادرها در نسبت بندگان خدا همچنان باشیم. این سه سخنی بود برادران عزیز که جناب حضرت علی برای ما و شما بسیار مصلحت خوب دادن. هر کسی که دارای این سه چیز باشد، با گفت حضرت علی یعنی تو همه چیز داری، اگر این سه چیز در تو نباشد تو هیچ چیز نداری. الهی مهربان حفظتان کند و به درد و
بغم باشین. خداوند توفیق عمل کردن اینا برای یکایک ما و شما نصیب گرداند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.